استادان گرامی سلام. در این ویدیو عملیه تقسیم عدد سه رقمی بر عدد دو رقمی را با استفاده از مواد به روش بهتر و آسان تشریح نمودم. بنابراین میریم طرف اجرای فعالیت. فعالیت اول، عدد 233 را بر عدد 23 با استفاده از مواد طور ذیل تقسیم می نمایم. 233 تقسیم بر 23. 233 از 2 صدها، 3 دهها و 3 یکها تشکیل شده و آن را می خواهم در 23 جعبه توزیع نمایم. طوری که می بینیم 2 صدها داریم و 23 جعبه نمیتونیم 2 صدها را به 23 جعبه توزیع نمایم. بنابراین باید صدها را به دهها تبدیل نمایم. 3 یکها خودش، 10 دهها نیز خودش، 1 صدها 10 دهها و صدهای دیگر نیز 10 دهها که میشه 23 دهها و 3 یکها. و حال 23 دهها را با آسانی میتوانیم به 23 جعبه توزیع نماییم. برای هر جعبه یک دهها توزیع می نماییم. 1 دهها را در خارج قسمت می نویسیم که در 23 جعبه میشه 23 دهها یا 230. و حال از 233 را تفریق میکنم. از 3 که 0 را کم کنم 3، از 3 که 3 را کم کنم 0، از 2 که 2 را کم کنم 0. باقی مانده 3 حاصل تقسیم 10. یعنی یک دهها به هر جعبه تعلق میگیره. فعالیت دوم، با استفاده از مواد عدد 168 را بر عدد 14 طور ذیل تقسیم می نمایم. 168 تقسیم بر 14. 168 از 1 صدها، 6 دهها و 8 یکها تشکیل شده و آن را می خواهم در 14 جعبه توزیع نمایم. دیده می شود که 1 صدها داریم و 14 جعبه نمیتونم 1 صدها را به 14 جعبه توزیع نمایم. بنابراین باید صدها را به دهها تبدیل نمایم. 8 یکها خودش، 10 دهها نیز خودش، 1 صدها میشه 10 دهها، 10 دهها و 6 دهها 16 دهها و 8 یکها. و اکنون در مرحله اول دهها را توزیع می نمایم. یعنی یک دهها به هر جعبه. 1 دهها را در خارج قسمت می نویسیم که ضرب 14 میشه 140. از 168 140 را کم کنم میمونه 28. یعنی 2 دهها و 8 یکها. میبینیم که 2 دهها داریم و این را نمیتونم به 14 جعبه توزیع نمایم. بنابراین باید دهها را به یکها تبدیل نمایم. 5 یکها خودش، 1 دهها 10 یکها، دیگر دهها نیز 10 یکها، در مجموع 28 یکها. در مرحله دوم یکها را توزیع می نمایم. یعنی 2 یکها به هر جعبه توزیع می نمایم و 2 یکها را در خارج قسمت می نویسم که ضرب 14 میشه 28. از 28 که 28 را تفریق کنم میمونه 0. حاصل تقسیم 12 و باقی مانده 0 است.